امید دوباره رفته ماشین خریده. اونم چه ماشینی؟ مایباخ با 100,000 یورو ضرر تو یک سال. امید چرا این ماشین رو خریدی؟ مایباخ معمولی هم نیستش، مایباخ شاسی بلنده، یعنی واقعا دیگه هم ماشینت هم شاسی بلند باشه هم دیگه لوکس ترین قصر متحرک، دوتاش تو یکیم. به خاطر همین من رفتم مایباخ رو خریدم. همیشه میرم این ماشین میخرم واسه زیر پام یا واسه خودم یا واسه راننده‌ام، ولی از آخر تشخیص میدم که یه اشتباهی تو کاره. امید چه اشتباهاتی کردی سر این ماشین؟ به توضیح میدم امروز تو این ویدیو، باشه؟ پس اول بریم سراغ مرسدس مایباخ GLS 600. دیگه شورشو در آوردی. ببین چرا؟ از آخرین ویدیوی کانال که رولتو بود لامبورگینی فکر کنم رولتو. یه هفته هم نمیگذره. الان ویدیوی بعدی دوباره امید رفته یه دونه مرسدس بنز مایباخ خریده. چند ماه پیش ما دهنمون سرویس شد، 4 تا ماشین تست کردیم تا اون BMW رو خریدیم. همه این ویدیوها شده ماشین جدید امید، ماشین جدید امید. اصلا این حرفا چیه؟ ماشین جدید مهرانم تست کردیم. برای من اونا برای پروژه یوتیوب بود، برای تو ولی برای زیر پاته. حالا بهمون توضیح بده چرا این ماشین رو خریدی؟ خب ببین، من خب یه فراری پروستانگ که یه ماشین اسپورتی، کلا فراری ورزشی راحت نیستش هم خودش بشینه توش موقعی که 4 نفری. آره. لامبورگینی رولتو که دیگه واقعا یه ماشین اسپورتی خالصه. اون BMW چی؟ اون BMW رو من خیلی دوست دارم. خب منم BMW رو دوست دارم، ولی اون BMW یه ایرادی داره. ایرادش اینه که یکم کوتاست. BMW سری 7 کوتاست. آره 5 متر و نیم. تو بلندی الان. نه. تو بلند. تو 4 متر. من بلند نیستم، ولی میدونی کی بلنده؟ راننده. راننده. امید به جای اینکه راننده پسر رو خوبیه، کنه. عوضش نمی‌کنم. مشکل اینجاست. خب قدش 1 متر و 90. اوکی. خب صندلیشو باید انقدر بده عقب که دیگه پشتش خب دیگه به هیچ عنوان کسی نمیتونه بشینه. آره. بعد مجبور اون ور بشینی. من خب اون برمیش میشم. مثلا آره. جایی هم که باید بشینی توی ماشینی که راننده داری اون بره سمت راست عقب. خب که من فرضاً میتونم صندلی جلویی کلا بدم جلو، صندلی خودم رو تختش آره. کنم. حالا یه تجربه کردم 3-4 دفعه شده که مثلا شریکم هم با همون اومده کبورگ. شریکت هم قد بلنده. اونم چی؟ با راننده‌ام رفتیم مثلا واسه میتینگ مونیخ یا شهر دیگه و شریکم چی؟ قدش بلنده. اونم 1 متر و 90 قدش. 1.90. خب حالا آنجلو راننده میشینه اینجا. آره. خب صندلیشو تا ته میده. نشسته مثلا اومدم به شریکم هم احترام بذارم، خب قدش هم بلندتر و اینا. گفتم خب تو بشین اونور. خب یعنی سمت دیدم پشت آنجلو نمیتونم بشینم. جلو شریکم هم که نمیتونم بشینم. خب جامون رو عوض کردیم. شریکم گفت پس وایس من برم جلو بشینم. بعدش خودش انقدر معذب بود، صندلیشو تا اون حدی فقط داد عقب که مثلا دیگه اوکی باشه واسه خودش، ولی من بازم دیگه جام نمیشد عقب. اونم توی BMW 700. این یه ایرادی که اون ماشین داشت. پولدارا مشکل دارن ها. نه حالا بذار دومین ایرادو بگم. پولدارا مشکل دارن ها. امید چرا ماشین خریدی؟ مثلا نمیگه بابا ماشین رویاهام بوده، از بچگی دوست داشتم. ماشین قبلیم شریکم قدش بلنده، راننده‌ام قدش بلنده، اونم BMW سری 7. BMW سری 7 انگار مثلا چه میگم BMW Z داره، Z4 Z4 زیر باشه. حالا آقا یه مشکل ماشین جدید خریدم. حالا باش دیگه ضایع نکن دیگه. حالا یه مشکل دیگه هم داریم تو اون BMW. اون چیه؟ من خب خیلی ذوق اون مونیتور رو دارم. آره. یه مونیتور خیلی خیلی خفن گنده هستش که با هم تستش کردیم. نه یه دونه خیلی بزرگه. تو ونت دوتا داره. دقیقاً. ما یه مونیتور خیلی گنده داریم خب که باز میشه، درسته؟ آره. حالا دوباره مشکل چیه؟ چون که راننده‌ام قدش خیلی بلنده، صندلیشو معمولی تنظیم بکنه اصلا اون مونیتور دیگه باز نمیشه به خاطر ایمنی. آره. خب چون که دیگه مثلا مونیتور انقدر بعد بیاد عقب که تو صورتمه، ولی چی خب مونیتور انقدره. آره نمیشه. نمیشه. بعدش مثلا تو راه یا من باید بهش بگم خب صندلی تو انقدر بده جلو که خودش دیگه راحت نمیتونه بشینه که من مثلا مونیتور رو تا حدی بتونم طوری بازش بکنم که بازم به درد نمیخوره، چون که بازم مثلا مونیتور خیلی نزدیکه به من و منم دلم نمیاد بهش بگم خب دیگه انقدر معذب بشین که من بتونم مونیتور رو ببینم. باشه و به این دلیل یکم BMW واسه مثلا روزهایی که من مثلا با یه شریک یا با یه دوست آشنای دیگه با راننده میخوایم بریم جایی، به این نتیجه رسیدم که به دردم نمیخوره. هی امید، یعنی هنوز اوکیه به عنوان دیلی ها، یعنی مثلا فقط خودم و راننده هم باشیم اوکیه تا حدی که مثلا من مثلا نخوام تلویزیون ببینم تو ماشین.
چرا میخندی؟ خیلی خیلی جالبه. ماشین جدید گرفتم. GLS مایباخ. خب چرا خریدی؟ رانندم خودش بلنده. تلویزیون BMW رو نمیتونم استفاده کنم. خیلی منطقی بود واقعا. اوکی مرسی واسه درکت. مبارکت باشه. مرسی قابل ندارم. و اینکه بچه‌ها امید واقعا یه شخصیتی که 24 ساعت تلاش میکنه. یعنی من واقعا ندیدم امید یک شب یا یک روز وقتش رو به هدر بده. در روز چند ساعت کار میکنی؟ راستش رو 14. بعد اینا حداقل چقدر؟ زیر 10 ساعت کار نمیکنم. اصلا زیر 10 ساعت نیست. نه واقعا خیلی کار. حتی بعضی وقت من دیدم غذام نمیخوره و واقعا لیاقتشو داری. این همه تلاش میکنی خوشحال میشم که به خودت اینجوری پاداش میدی. بریم واسه ماشین. بریزه GLS 600 مایباخ. آره امید بزن رو لوگوش که بزن میره داخل. میره رایس نیست. نمیره داخل. نزنی. چرا جنگی هستی؟ تو شوخی میکنی. میخوام بزن بری داخل. نه نمیره داخل. ثابته. داشت سیکته می‌کرد. بچه‌ها امید فقط رو ماشینای خودش حساسه. من اینو متوجه شدم. رو ماشینایی که چون که ببین ماشینی که پلاک OM روش باشه البته بذارید اینو بهتون نشون بدم. خب این پلاک OM یعنی برای امیده. ماشینایی که OM روشه خیلی حساسه روش. این درسته. موتور ماشین چنده؟ 4 لیتر V8 4 لیتر 580 اسب بخار. 580 اسب بخار. آره 580 اسب بخار همون موتوریه که رو S580 هم سواره ولی اینجا GLS 600 بهش میگن. ولی در اصل همون موتور هم هستش که GLS 63 AMG هم سواره روش. اوکی. ولی خب این تفاوتش اینه که شاسی بلنده دیگه. مثلا S580 معمولیه GLS 63 یا G63 نه همشون یه موتورن. همون موتوره. ببین امید یادت میاد S500 با هم تست کردیم چقدر شوقش داشتیم ولی خوب نبود. S580 مایباخ بود. S580 مایباخ خوب نبود. پس بریم تو این ویدیو ببینیم که آیا این GLS 600 مایباخ از اون اس کلاس بهتر هست یا نه. بیا یه چیزی بهت نشون بدم. اینجا وایسا. آره همینجا وایسا. اسباب بازی جدیده تو. نگاه کن اینا که در میان خیلی باحاله. عقبش پنتره تا جلو. اینا به فارسی چی میشن؟ اینا به فارسی ببین نه که مثلا بابام داشته، داداشم داشته، آره تو خیابون و خونمون زیاد بوده. آره بهش میگن پله. داربست. به اینا میگن داربست. بیا. زور 4 نفرم داره جدی؟ آره میبینی که بپرم؟ نه میپرم. حالا نپر. اوکی. واسه خریدن نه ولی خیلی باحاله. بعد درم که بندی دوباره میره داخل دیگه. حالا بعدا میریم واسه داخل ماشین. اول از بیرون چکش کنیم. این چرا گله گنده است. ببین من اگه بودم هر روز با این بازی می‌کردم. ولی میدونی من هر دفعه میام در ماشینو باز میکنم این میخوره به پام. وای امید. چون من میام وای میسم اینجا. آره. بعدش میاد بیرون دوباره خورد به پام. عجب. خیلی تو مشکلات داری. خیلی. آره اصلا پام کبود شد به خاطر این ماشین. من واقعا دلم سوخت. حس میکنم دلت نمیسوزه. من یه ماشینی دارم سوار که میشم اول 2 تا آیت الکرسی میخونم بعد استارت میزنم که روشن شه. ببین جلوی ماشین خیلی باحاله. بیا یه بار دیگه جلوشو ببینیم. باشه یه ثانیه وایسا من اینو بازی کنم. امید اگه من مثلا این ماشین رو داشتم یه جا میرفتم اول وای میستادم خب مثلا یکی نگاه کنه بعد تا نگاه میکرد اون موقع باز میکردم. بیا از جلو نگاهش کنیم. ببین جلوی ماشین دقت کرده باشی همش کرومه. و اینجا نگاه کن نوشته مایباخ. اینجا ستاره بنز. اصلا جلوی ماشین ابهت یه ماشین خیلی لوکسی داره. خیلی شبیه تا GLS معمولی. آره دیگه مایباخ میخواد همیشه مثلا تو یه رده با بنتلی و رولز رویس باشه. بعد خیلی قشنگه اصلا خیلی ابهت داره خودش. اصلا GLS خدای ابهت بین مرسدس بنز. امید قیمت این ماشین چقدره؟ ببین این ماشین 2023 5000 کیلومتر کار کرده. الان 1.5 سال قدیمیه. خب قیمت نوش 280,000 یورو بوده. 280 نو. اوکی. و من این ماشین رو تازه چند روز پیش خریدم 152,000 یورو. 152 بعد از یک سال 130,000 یورو. 130,000 یورو. بچه‌ها شما تو کامنت ها بنویسید که با 5000 کیلومتر چقدر باش در اومده. بعد 5000 کیلومتر 130,000 یورو ضرر. خودتون حساب بکنید هر 1 کیلومتر چقدر به صاحبش در اومده. آره خدایش خیلیه. بعد اون فروشنده فکرشو می‌کردین این قدر افت قیمت داشته باشه؟ آره معمولا مردم میدونن که این ماشین بخصوص تو سال اولش خیلی افت قیمت داره ولی خب منم خوب شکارش کردم. آره خوب خریدی خودش. خوب شکارش کردم. آره بیا رینگاشو ببین. ولی سال دیگه بخوای بفروشی تو هم افت قیمت داری دیگه. نه انقدر. نه دیگه انقدر. ولی من خوب شکارش کردم چون که قیمت بازارش الان مثلا تو مایه 170 180 من 152 تا پول ماشینا دادم. یعنی خوب خریدمش. اوکی یعنی ضررت هم کمتره. حالا شاید مثلا یک سال زیر پام باشه بازم مثلا قیمتش بره رو 140 ولی خب به جاش یک
سال مایباخ زیر پام بوده. اون موقع ارزششو داره. آره. بریم واسه رینگای ماشین بچا. رینگاش چنده؟ رینگاش 23 ان، اوریجینال مایباخ. ولی من دو دلم. میدونید چی؟ یا رینگای اینو بذارم اوریجینال یا از منصوری اوردر رینگای بسته رو بدم. شبیه 4. آره. همون چیزو. رینگای گولی دکر که با آلمانی میگیم. خب رینگای خیلی خیلی معروف منصوری، دیزاینی که تو سراسر دنیا معروفه. 4 تا رینگ چقدر پولش میشه؟ دیگه بستگی داره کوروشتان چقدر تخفیف به ما بده، ولی تو مایای 15 تا 20000 تاست. 15 تا 20000 تا. آره. خیلی باحاله. یعنی پول مثلا یه ماشین دیگه رو امید میخواد بده برای رینگ. خب دیگه از بغل خب دیگه بقیه ماشین خیلی کلاسیکه تا برسیم به اینجاش. لوگو مایباخ. اینو خیلی باحال حال کردم. خداییش خیلی جای قشنگی زدن. دقیقاً. میتونستم مثلا اینو اینجا بزنن ولی این خیلی باحاله. ابهت داره. این ابهت داره. این واقعا ابهت داره. بعدش میبینیم واسه عقب ماشین که به نظر من ماشین کلا شکل تانکه. آره. اینجا هم دوباره نوشته مایباخ. خیلی هم بزرگه. آره. میدونید چند متر مکعب است تو؟ چقدر؟ 12 متر مکعب. 12 متر مکعب. اندازه یه آپارتمان یه اتاق است. 2 متر پهنه ماشین و نزدیک 6 متر طولشه. یه فرش 12 متری توش جا میشه قشنگ. حالا نگاه کن چقدر باحاله. موقعی که صندوق عقبو میدی بالا یه نگاه بنداز. این که اصلا نگاه کن کیفیتش رو. زده مایباخ. لوگو مایباخ. خب اینا میتونیم بالا. میدونی این چیه؟ این چیه؟ یخچاله. حدسشو زدم که یخچال باشه. ببین تمام فایل‌ها هنوز روشن اوریجینال کارخونه. نگاه کن اصلا از این بگذریم نگاه کن از اینجا چقدر لوکسه. این بالا رو ببین. خیلی باحاله. ببین ضبطای بورمستر بعد این خیلی قشنگه. خیلی خوب ساختنش. تا حالا من بنز به این لوکسی ندیده بودم. حتی این بالام چرم زدن. ببین این بالاش همش واقعا همش چرم. معمولا اینجا پلاستیکه. این اومدن چرم زدن. بعد به نظر جاش کافیه برای نسبت به BMW سری 7 که داری. ببین تنها مشکلی که آدم با این صندوق عقب داره خب تو میتونی الان اینجا یه چمدون جا بدی. آره اینجا میدونه. اینجا می چمدون بزرگی دیگه، اینجا هم یه کیفی چیز کوچیک، ولی دیگه در نهایت اگه مثلا خیلی خیلی لازم باشه نگاه کن اینجا این در میاد. آره ولی زیاد سخته. این پایین چیه؟ بده بابا انگشت کنم دیگه. من کنجکاوم. داریم صندوق عقب رو توضیح میدیم. خب اونجا چی؟ یخچال رو میتونی با پیچ باز بکنی. اوکی. ببینی که مثلا جای اینم باز بشه. میشه ولی نکنی بهتره. آره دیگه حیف اون. ببین کسی که با مایباخ میره اصلا یه ماشین دیگه هم میندازی دنبال خودت. اصلا تو اینجوری فکر میکنی که بابا اگه لباس کم میبرم اونجا میخرم. اینم هست. آره. یا این اونجا. یا اصلا یه ماشین دیگه هم میندازی دنبال خودت واسه چمدونات. آره یه ماشین دیگه. راست میگه. تا اوکی عالی. خیلی خوبیه. مثلا شاسی بلند بخری بعد یه ماشین دیگه بندازی واسه چمدون. مثلا یه ون. خیلی ایده یه ویتو چیزی. حالا بریم واسه اصلا همین الان به نظر من اینجا میزنه بیرون. این برام داره. اونور داره اینورم داره. به نظر من بریم واسه خفن ترین جای ماشین. بفرمایید شما. بفرمایید ماشین شما بشینین لطفاً. ببین خیلی خفنه. مثلا این ماشین الان نیاز به این پله نداره. واسه سیستمای چرا نیاز به پله داره؟ اگه پاتو خیلی باز بکنی. خب یه پا اینجا. خب من میتونم پامو باز کنم. خب من الان ماشین رو استارت زدم. اوکی. پنجره رو بدیم صندلی رو تنظیم کردی از قبل؟ خب الان دیگه نگاه کن صندلی داره تخت میشه. چقدر باحال امید. ولی بعد حواست باشه ساعت که داری روی این خط نیفته. نگاه کن زیر پاتم داره میره بالا. آره پام داره میره بالا. راحته؟ لطفاً منو برسون به حتما رو چشم. راحت الان ماشین واسه شما. با سقف پانورامیک داری. اینم باز میشه. اینجا تلویزیون خودت. ازش مهران ببین. گوشی داری. گوشی‌هاش نگاه کن چقدر با کیفیت. هدستش هم مال مرسدس بنز. کیفیتش چطوره اون؟ خیلی خوبه. کیفیتش راضی هستی؟ بعدش نگاه کن تو درو ببین. اینجا ساوند سیستم بورمستر ما داریم. صندلی ونتیلیشن داره، هیتر داره، مموری داره، تمام تنظیمات داره، حتی ماساژ داریم عقب. صدات به زور میاد. تازه چیزی هم گوش نمیدی. نه صدات به زور میاد. بعدش پنجره‌های این ماشین کرکره داره. حالا وایسا من میام اونور پیشت مهران جان. بچه‌ها خیلی ماشین راحتیه. خیلی من دارم باهاش حال میکنم. در جای حس دیگه به آدم میده این ماشین شاسی بلندم به دست نمیده. احساس می‌کنی سواری کامیون لوکس شدی. همه چیز داره. منم این عقب میتونم صندلیمو تختش کنم مثل صندلی تو. فقط صندلی راننده رو خب این سینامه ذره بزرگ شد. سفت شدن. خیلی سفت شدن. حالا چیزی این اینجا چیکار میکنه؟ اینجا رو ببین کاپ هولدر رو مهران. کاپ هولدر چیه؟ کاپ هولدر جای لیوان. جا لیوانی؟ نگاه کن اینجا میزنم یه بار روش آبی میشه. اوکی. واسه سرد کردن. اوکی. دوباره میزنم روش گرمم میکنه. قرمز داره گرم میکنه. بعدش ما اینجا 4 تا یو اس بی سی داریم، 2 تا اینور، 2 تا اونور. خب مهران هنوز تازه تموم نشده کارم. اوکی. میز. 2 تا میز داریم. 2 تا میزم داره ماشین. یکم برای سمت خودت داره.
بفرمایید. چقدر باحال اون. خب میز تو داری، تیوی تو داری، خب کاپ هولدر تو داری، شارژر تو داری، اینجا گوشی اینداکشن داره، مثلا میتونی خیلی با کلاس اینطوری اینجا بذاری. آره کشه وایرلسی شارژ بشه. بعدش اینجا دوباره مانیتور خودت داری، تبلت خودت داری. آره بابا. اینو بزنی مثل تو هواپیمای فرست کلاس مثلا میتونی اینجا بذاریش واسه خودت، مثلا اینطوری باش کار بکنی. بچا خداییش من واقعا نمیدونم چی بگم امید. بعدش یخچال زبونم بند اومد. بیا اینجا لوگوی مایبا سری بازش نکن، یکم لذت این کیفیت چوسی یا چی نگاه کن اصلا چقدر شیکه اینجا. نه نگاه کن هی نزن روش. اما این بالا رو ببین، بلنگو رو ببینیم بالا. آره. بعد دیزاینی که اینجا داری این خطا تو اون پشتم رفته. آره نگاه کن چوبشو چقدر شیک. یعنی واقعا مثل یه فرست کلاس ها. این چیه؟ این روشن خاموششه. خب بعد اینجوری یخچال درش باز میشه. نگاه کن چقدر گوده. ببین جای 2 تا شامپاین رو داره دیگه. امید چرا با کلاسا شامپاین میذارن توی ماشین رو میخورن؟ چرا مثلا شراب نمیخورن؟ خب شامپاین علامت پولداریه دیگه. جشن و پولداری. پوریا ما الکی آبجو خریدیم، شامپاین رو باید می‌خریدیم. حواسمون نبود. نه اتفاقا هر چیزی که تو دوست داری باید بذاری. چون اگر تو دوغ دوست داری دوغ بذار. من مثلا برم جایی نوشابه میذارم توش یا دوغ خاصه دوغ ایرانی. خب همین دیگه. دوغ تو زده نه فکر کن مثلا یه ساندویچ خیلی خوشمزه ایرانی زده باشی. بعدش دوغت هم بخوری. بعدش بشینی عقب ماشین صندلی تو تخت بکنی و گوشا رو بذاری مثلا رو گوشاتو چیل. بعد ببین این میزه هم اینجوری میشه که بهت نزدیک‌تر شه، هم میتونی بچرخونی بیاری اینور. باحال نیست؟ خیلی باحاله. خیلی. من بیشتر شوقشو دارم تا تو. پریز برق 230 ولتی هم اینجا داریم. چی از این بهتر دیگه؟ هیچ نمیخوای. بعد اینو که بدی داخل همچنان اینجا خیلی جا داری. همه چیز میتونی بذاری. بعد اینم میبندیم. بعدش نگاه کن. الان صندلی همه چیز داریم تو این ماشین. پوریا تو قدت چقدره؟ مثلا 88. لطف می‌کنی یه بار پشت فرمون بشینی؟ بچه‌ها پوریا الان پشت فرمون بشینه. پوریا بشینه ماشین الان کج میشه. بگم تکون خورد. آره معمولا ولی مثلا پوریا مثل راننده خودمه تقریبا. خب حالا صندلی تو طوری تنظیم کن لطفاً که واقعا راحت بشینی. که مثلا میگی واسه رانندگی راحته. حالا میریم تو اون سناریویی که مثلا شریکم میخواد با من بیاد واسه میتینگ. اوکی. با تو جای شریکم الان نشستی. الان ما تو بی ام و دیگه اصلا جا نداشت. من اینطوری بودم پشت رانندم. الان ببین باز هر چی باشه باز صندلیم اینجا. بازم جا داره. نگاه کن. تخت میشه. زیر پام میاد بالا. هیتر دارم، ونتیلیشن دارم، تیوی خودمو دارم. ببین تا اینجا میتونی بیاری بالا. سعی بکن امید. یا حتی یه کار دیگه هم میتونم بکنم. مثلا پاهاتو بدی جلو راننده ماساژ بده. نگاه حتی هنوز مثلا میتونم ولی زیادم جالب نیست. مثلا میتونی اینطوری نه دیگه جالب. میتونه اونجا بدی پاهاتو. نه ولی نگاه کن مثلا اینجوری هم بشینی بدم نیست. مثلا نگاه کن. نه چیل دیگه. واسه چیل کردن، واسه تیوی دیدن، مثلا میزت هم باز می‌کنی. اینجا پسته، دوغی، نوشابه چیزی هم می‌ذاری. خیلی باحاله. بد نیست. اوکیه ولی مثلا بخوام من معمولی هم بشینم خب معمولی میشینم. واقعا جام اوکیه. ولی بهترین جا همیشه تو همچین ماشینای این سمت. این دیگه مسلماً همینه. ولی خب من چرا یکم معذب بودم تو با بی ام و به خاطر همین داستان که اگه مثلا من با یک کسی دیگه تو بی ام و میرفتم جام یکم تنگ میشد. به خاطر همین این ماشینا اضافه کردم. بعد حالا بی ام و رو می‌خوای بفروشیش؟ نه. چیکارش کنیم؟ به نظرم دو تاش باشه. اوکی. خب بعد کی می‌خوای اونو استفاده کی اینا؟ خب این یه سوال خیلی خوبیه. اوکی. یه سوال خیلی خوبیه که هنوز تا آخر فکرشو نکردم. ایدهشو داری که بفروشی دیگه. شاید بفروشم. یه جورایی هم ولی دوستش دارم چون که شاسی بلندم به یه شکل دیگه خستت میکنه. بعد یه مدتی دوست داری مثلا توی ماشین معمولی بشینی، همیشه شاسی بلند نشینی. یه سوال دارم. الان اگه بخوای بی ام رو بفروشی چقدر روش ضرر میکنی؟ من فکر میکنم 100 تا خریدمش. 100 تا خریدیم؟ 100 تا خوب خریدی. خیلی خوبه. اونم شکار کرده بودم. اونم قیمت نوش 170,000 تا بود. تو 100 گرفتی. من بعد یک سال که کار کرده رو 100 گرفتمش و بازم فکر می‌کنم ما خیلی باش کیلومتر روندیم. الان کیلومترش داره میره رو 70,000 و من فکر می‌کنم 15 تای 100% ضرر بدم. یعنی 85. یک سالم نگرش دارم تقریبا همونه ضررش. این سانروفه؟ آره چقدر بازیگوشیه. من همیشه با همه چیز بازی می‌کنم. خیلی باحاله. بعد امید سانروف هم که باز می‌کنی تو تابستون اصلا احساس می‌کنی سوار ماشین کوروکی. دقیقاً. الان متأسفانه یکم بارون اومده امروز کثیفه. به نظر من دو تا کار بکنیم. خب الان ببرمش واسه تست درایو. من مثل همیشه راننده. آره تو می‌خوای رانندگی کنی. این که نمیشه مثلا تو ماشینای خیلی خفن اسپورتی من بخوام حتما راننده باشم بعدش مثلا امروز بگم نه من نمیخوام رانندگی بکنم. آره دیگه اصلا امروز من در خدمتم. نه واقعا امروز من در خدمتم. یه دو تا کافه هم بیاری در بعد از تست درایو که برگشتیم تازه در رابطه با دیزاین ماشین باید صحبت بکنیم که من قصد دارم چیکارش بکنم. اوکی. هنوز چند تا تغییراتی هستش که دوست دارم روش انجام بدم.
امید اینجا شبیه داشبورد جلوی ماشینه. آره. یعنی این خط ابهت داره و خفنه. دوستش داری ماشینا؟ خیلی دارم حس میکنن که داری باهاش حال میکنی. خیلی. بعد اینجا همه چیز مثلا دیجیتاله. واقعا ماشین باحالیه. من که راننده‌ام کفشامو بپوشم. آره کفشاتو بپوش. خداییش حالا شده یه میلیونر، مولتی میلیونر البته. بیاد براتون رانندگی کنه. حالا شده نشو ببرید. ببینید من کیم؟ من چند با خودت حال میکنی؟ امید اینجا نشستی که الان. نه همینجوری داشتم با بیننده‌ها صحبت میکردم. داشتم میگفتم تو شاید آدم خوبی هستی. از بیرون که دیدمش احساس کردم مثلا یه ماشین معمولیه، ولی الان دارم میفهمم که چقدر این ماشین خفن و باحاله. خداییش به نظر تو حالا من نه یه آدم کلا مثلا پولدار خفن خب کلاسش بیشتره با یه لیموسین معمولی بیاد شاسی بلند نباشه، آره، یا با یه لیموسین شاسی بلند؟ ببین اون که شاسی بلنده بیشتر بهش میخوره مافیا باشه ولی لیموزین معمولی بیشتر بهش میخوره که مثلا بیزنسمن باشه. خب یعنی نظر من اینه. نظر تو چیه؟ والا یه سری 7 بچا همین الان نگاه کنید این BMW سری 7 امیده، بعد تو اون گاراژم رولتوه. آره بچه‌ها رو رولتو کار میکنن. اگزوزش رو دارن خیلی دوست دارم. اگزوز رولتو رو داریم عوض میکنیم. چی داری میذاری روش؟ یه اگزوز نوویتک. چند خرج اگزوزش کردید؟ یه چیزی در حدود 25000 یورو بهمون داد. 25000 تا فقط دادی بابت اگزوز رولتو. 20 تا میخوای بده بابت این رینگ این ماشینت. من نمیدونم چی بگم. مبارکت باشه امید. مبارکت باشه. قابل نداره. من الان که دارم فکر کنم خیلی ما اختلاف توقعاتی داریم. ببین سوار این ماشین که هستی آب تو دل تکون نمیخوره. جدی میگم. یه حس رولز رویس بهت میده. آره خداییش آره. ماشین نرم و خفنیه. واقعا این حسو بهم میده. بعد اینم من بیشتر دوست دارم. ببین BMW سری 7 سقفش باز میشه کروکه، یعنی این چیزه پانورامیکه. کامل باز میشه مثل این، ولی این بزرگتره نیست؟ این سقفش بزرگتره. آره. ببین شاید باورت نشه ولی الان اومد جزو ماشینای فوریتم. مثلا حتی از اوروس هم بیشتر اینو دوست دارم. معلومه یهو عاشق این ماشین شدی. خیلی، چون واقعا بچه‌ها شما بیننده، شما تصمیم بگیرید. الان این زاویه دید منه. خب این دوربین زاویه دید منه. سمت راست من اینجوریه، جلوی من اینجوریه. من الان توی ماشین دراز کشیدم برای خودم، پاهام راحت انداختم روی هم. بعد هر چیزی که بخوام اینجا دارم. بچه‌ها اینجا یه تبلت، خب یه راننده میلیونر، بعد یه یخچال این بغل دارم، همه چیز من اینجا دارم. چرا نباید عاشق این ماشین بشم؟ مثلا BMW سری 7 که داریم خب توش خیلی های تکه، خیلی مدرنه، مانیتورایی که داره، دیسپلی های خیلی زیادی که داره، ولی یه جورایی حس می‌کنی که اصلا تو این ماشین نمیخوای انقدر مدرن باشه سیستماش. همینطوری که هستش عالیه. هست به نظر من مدرن هست. مثلا اینا همش تاچ اسکرینه، ولی خب BMW دوباره یه لول دیگه است. دقیقاً. از اینام داره ماشینت. وایسا ببینم این چی میاد بالا، چی میاد بالا. بچا پنجره که دوباره بزنی به سمت بالا اینم میاد بالا. چقدر خفن. امید این آفتابگیری یا پشه‌گیره؟ آفتابگیره. واقعا پشه‌گیر هم میشه استفاده کرد. تا نشنیدم کسی اینو بگه. خب دیگه حالا با منی دیگه، حالا خیلی چیزا قراره بشنوی. مودای سواریش خب آره که داره ایندیویدوال، اسپورت، کامفورت، مایباخ. الان رو حالت مایباختیم. آره. بعد رنگش هم تغییر کرد. رنگ بنفش شد. رو مایباخ که میری دیگه نرمترین حالتو داره. میفهمی اصلا سر و صدایی نیست. ببین سر و صدایی نیست، خیلی هم راحت. الان تو راحت میتونی بری تو کارهای مکالماتتو انجام بدی، میزتو در بیاری. آره میزتو میتونی راحت در. بذار من در بیارم اصلا چه کاریه. الان اگه میتونستی یه غذا تو این ماشین بخوری رو میزت، خب چی بود؟ اگه میتونستم زرش پلو با مرغ. چه خفن. زرش پلو با مرغ. بعد با نوشابه زیرو. من قرمه سبزی. قرمه سبزی ببین قرمه سبزی با دوغ. اگه بریزه تو ماشینت گند میزنه به ماشینت. حالا دیگه به اونجا نکشه. بچا این میزه چجوری باز؟ اینجوری باز میشه. بیا. و خیلی هم ماشین جلو جا داره. شتابش هم عالیه. شتابش هم عالیه. بعد بیرون رو من چقدر قشنگ دارم میبینم. چقدر بیرون قشنگه. لذت میبری؟ خیلی. امید به نظرت یه شب تا صبح میشه تو این ماشین اینجوری خوابید؟ آره راحته به نظرت؟ آره. این مثلا در حد یه صندلی، حالا بستگی به ایرلاین داره دیگه، یا فرست کلاس یا بیزنس کلاس. تو اونم که بالاخره میتونی شب تا صبح بخوابی اگه لازم باشه. آره دیگه راحت میشه خوابید. دیگه دست کمی از اون صندلی نداره. ببین بچه‌ها حتی هد آپ دیسپلی ماشین ببین چقدر خفنه تو شیش، چقدر بزرگ صفحه. من از اینجا نمیبینم هد تو نمیتونی ببینی ولی بچه‌ها الان میبینن تو دوربین. ای بابا امید ببین انرژی دادی یه ذره بیشتر کار کنم، منم میدونم از این بگیرم. دوربینم ببین اینجا رو داره. همین الان
اکتیو شد، بعد داره مثلا اینا رو نشون میده این خانواده که داره از خیابون رد میشه. دقیقاً. ولی من واقعا میگم بچه‌ها، جدی میگم، من خیلی روکم. یعنی مثلا اگه ماشین خوب نبود با گفتم چی خریدی بابا، استفاده نکن. ببین اون ونر رو یادت میاد که خریدی؟ آره. اونم بهت مثلا اولش گفتم نه، بعدم یه ذره دو دل شدم، مثلا گفتم نه نگران ندار. ولی اینو میگم خیلی تصمیم خوبی بود. از بی ام دبلیو هم خیلی خفن تر. حالا به نظرت بی ام رو چیکارش کنه؟ آدم دلش هم نمیاد بی ام رو بفروشه یه جورایی. اگه استفاده نمی‌کنی میتونی بدی بره. شاید استفاده کنه. نه این همین به نظرم برات کافیه. بهت بگم چرا باید نگرش دارم. چرا؟ مثلا دو ماشینه میخوای جایی بری؟ این 4 نفره است. آره. بی ام 5 نفره است. بی ام 5 نفره است. اوکی. یعنی اصلا می‌بینید دوباره یه مشکلی شده. اکثرا چند نفره میری مگه؟ بستگی داره. اکثرا 2 نفره. اکثرا خوب دیگه. اکثرا 2 نفره. اون موقع هم رولتور رو داری. ولی الان از همین الان ترس اون روزو دارم که مثلا بخوام 5 نفره برم جایی. خب امید میشه تو برونی مثلا من همینجا بشینم؟ نمیخوای عوض کنی؟ واقعا نه. خب برگرد. ولی بذار برونم. بذار برونم تو هم بیا از جلو هم من یه تجربه به دست بیارم. کفشم بچا پام نیست، قشنگ قراره که دهن من الان سرویس بشه. بچا مطمئنم از خست اومده یه جای خاکی وایساده. ماشین خودت کثیف میشه. مگه تو ببین جورابو میندازم لباسشویی، کفی ماشین خودت کثیف میشه. مگه تو هیومن فرسس وایلد نمیری؟ چرا؟ حالا دیگه انقدر سوسول شدی چند وقت نرفتی؟ ببین من دلم به حال ماشین خودت میسوزه. حتی پدالای گازش هم نوشته مایباخ. چقدر شیکه پدالاش. بعد کروم هم نیست، رنگش ماته. این خیلی باحاله. آره این وسط هم دارم میبینم، این وسط هم نوشته همه چیز این ماشین مایباخه. ماشینت اتوپایلوت داره؟ آره. یا همون داره اونم؟ از اون اتوپایلوت هایی که دیگه تو آلمان مثل تسلا دیگه. آره دقیقاً. ولی تسلا اومده خب کلا سر مشتری شده میگه اتوپایلوت، ولی در اصل بهش میگن شپور هالت اسیستنت. خب به انگلیسی چی میشه؟ لین اسیست. لین اسیست. آفرین بچه‌ها، تسلا اومده ادپتیو کروز کنترل دیگه. به لین اسیست گفته اتوپایلوت و فقط هم به خاطر مارکتینگ. که مردم بالشته چقدر راحته؟ بالشته هم خیلی راحته. نه واقعا راحته بالشته. امید این ماشین همه چیش راحته. با اینکه نازکه. نه فقط بالش، همه چیزش راحته. ببین پشت فرمون چه ابهتی داره. واقعا تانکه. من واقعا این ماشین جون میده واسه چی؟ واسه مسافرم. خیلی. ولی من اگه باشم رینگ معمولی میذارم روش، چون که من مثلا توی کشور دیگه میخوای بری، ایتالیا، فرانسه، خیلی خیابوناشون کوچیکه. آخه دلت میاد جی ال اس 600 مایباخ زیر پات باشه، بعدش رینگ منصوری روش سوار نکنی؟ نه واقعا دلم نمیاد. ولی اگه رینگ منصوری روی این ماشین باشه، رینگ رو بزنم دیگه گریه خودم میکشم. نه خودم میکشم. من همونجا مثلا یکی میگم آقا بیا این 10,000 تا بگیر فقط منو بکش. تحملشو ندارم. امید الان مثلا چیز شروع روشن میشه که تو لاین خودم بمونم. لین اسیست اونجا که سه تا اینا جلوت نوشته. آها پیداش کردم. الان روشنه دیگه نه؟ بعد اتوماتیک هم برات میپیچه. درسته؟ آن باشه فکر نمی‌کنم روشن باشه. آقا اینم از زاویه دید راننده. بعد کروز کنترل و لین اسیستش هم دقیقاً همینجاست. بعد ببین الان فکر کنم هد اپ دیسپلیش هم معلوم باشه تو دوربین. من خیلی واضح دارم میبینم ولی بعد خیلی نزدیک بری که تو دوربین معلوم بشه. دقیقاً اینجا. ولی میبینید چقدر گنده؟ خیلی هد اپ دیسپلیش هم کیفیتش بالاست. چقدر خفنه. امید واقعا من دارم حال میکنم پشت این ماشین. بچه‌ها میبینید خودتون چقدر این ماشین حتی جلوش هم قشنگه و اصلا ماشین عشقه. خداییش عشقه. من اینجا یادت ما چقدر حال نکردیم با اس 580 مایباخ. دقیقاً همین. این ماشین کاملا فرق میکنه نمیدونم چرا. ببین تو دلبرو بنز خداییش هم بزرگتره، همین که واقعا تو دلبروه. آره واقعا تو دلبروه. ماشین خیلی نرمه، خیلی بالاست. من قشنگ سقف این ماشین دارم میبینم. یه پژو 104 فکر کنم. آره پژو 104 بود. امید فوریت من همیشه اوروس بود، ولی اینو از اوروس بیشتر ترجیح میدم. واقعا فرق میکنه. به نظر من هم باید اوروس رو داشته باشه هم باید جی ال اس رو داشته باشه. الان دوباره چی شد؟ خاطر این حرف تو الان مس میکنم یه اوروس کم داره. باید این حرفو میزدی؟ تمام شد رفت. دوباره من یه زری زدم. هفته دیگه ویدیوی بعدی ماشین جدید امید لامبورگینی اوروس پرفورمانته. چه میدونم. حالا که واقعا بچه‌ها فکر نکنه مثلا ما داریم دروغ میگیم، واقعا همه ماشینا هستن. یعنی همه ماشینا رجیسترن با پلیت او ام روش. یعنی واقعا پلیت او ام روش باشه علامت اینه که ماشین امیده. بچه‌ها چون که معمولا ماشین صاحب عوض کنه افت قیمت داره. بعد پلاکایی که قرمزه پلاکای نمایشگاه، یعنی ماشین مال نمایشگاه موقته که مثلا مشتری بتونه یه دور باش بزنه و بیاد. ولی پلاکایی که او ام دارن اون همش پلاکای امیده، یعنی امید زده ماشین رو زده به اسمش. به نظر شما چی؟ من فراری پروسانگا رو بفروشم یه اوروس به جاش بخرم؟ تو کامنت بنویسید اوروسی که میخواد بخره حتما باید منصوری باشه. منصوری خفن ترین اوروسو داره. امید ماشین خداییش عالیه، همه چیز تاپ، ولی یه ایرادی داره. چی؟ خیلی گنده است. واقعا خیلی گنده است این ماشین. کی تا حالا خیلی گنده بوده هم ایراد شده. آخه ببین ایراد منظورم این نیست که نه مثلا ماشین خوب نیست، خیلی یوغوره. بعد من
من همین الان واقعا دارم میترسم رینگای ماشین رو نزنم. شما ببینید مثلا کاپوت اینقدر بالاست، من این جلو رو دیگه نمیبینم. بعد سمت چپم نگاه کنید، دیدم خیلی محدوده. یکم واقعا سوار تانکی. یکم حس ماشین آمریکایی میده، این کادیلاک اسکلت ولی با کیفیت خیلی بیشتر. دقیقاً همین جوریه. بچا برگشتیم نمایشگاه. امید واقعا خیلی ماشین خفنیه. بیا اینجا ببینم. یه تبریک. شیرینی میخوام. شیرینیش کن. شب بهت میدم. امید اگه بخوای شیرینی هر هفته یه بار بعد شیرینی بدی. میگه شب بهت میدم. خیلی تیکه میندازی ها. اینجا رو ببینید. چقدر خفن. نگاه کن، یه چیز دقت می‌کنی؟ آره. این لامبورگینی رولتو با اگزوز نوویتک. نگاه کن، شکل اکتوپوس شده. می‌بینی؟ شکل هشت‌پاس دقیقاً. نگاه کن، این اگزوز کارخونه است. اوکی. این جلوی تمام صدا رو میگیره. این دیگه نداره، این همش لوله است دیگه فقط. آره. یعنی صدا هی میپیچه تو این لوله. صداش خیلی بیشتر میشه. خیلی بیشتر میشه. نگاه کن، اونو ببین دوباره انتاپ بهش میگن. خداییش نگاه کنید. اون ته اگزوز دیگه این. آره چقدر سنگینه. این باعث میشه که صدای ماشین کم بشه، صدای اگزوز. ولی اون باعث میشه که غره کنه بیشتر. چقدر شیکه. اینجا نوویتک نوشته، اینجا چپ و راستش نوویتک. بعدش دوباره همش بسته میشه. بچه‌ها یه بار از بغل ماشینا ببینید، اینجا تمام قطعه ماشینه که ریخته بیرون. اینم از آخر دوباره میاد رون 4 تا. اینم میاد از بیرون. یه چیزی که الان من فهمیدم، نگاه کنید بچه‌ها دقت کارشون، این ماشین به هیچ عنوان یه خط هم نباید بیاد روش. همه چیز قشنگ بستن، همه چیز اینجا منظمه، همه چیز به ترتیبه. ولی اگزوزش خیلی باحاله، خیلی اوور داره، خیلی خوشحال کردم. دمت گرم. قربونت. خب بریم سراغ ماشینا بیرون. اینم از BMW سری 7 امید. ویدیوشو چند ماه پیش گرفته بودیم. راجع به دیزاین ماشین هم باید صحبت بکنیم. دو تا کاره که میخوام روش انجام بدم. یکیشو که گفتیم، رینگاشو میخوام عوض بکنم. اوکی. خب رینگای منصوری دوست دارم بندازم روش. عالی. همون رینگایی که به قولن میگن درب چاه، شبیه درب چاه. خیلی خفنن. آره، خیلی دوستشون دارم. من فکر می‌کنم اصلا یه چیز دیگه میشه. من میخوام دیزاین رنگ ماشینا تغییر بدم. چه رنگی میخوای بذاری؟ میخوام یه چیز کلاسیک تو تون. نه تو تون بهش میگن. تو تون چیه؟ تو تون نه. دوباره امید یه رنگی پیدا کرد. نه تو تون نه. تو تون یعنی دو رنگ. دو رنگ. میخوام مایباخت چند تا مدل رنگ داره. خب آپشن بوده که آدم میتونه سفارش بده که صاحب این ماشین قبلا این ماشین کاملا سفید سفارش داده. خب یا مثلا ما دیزاین داریم که مثلا بالاش نقره‌ای، پایینش مشکیه، یا مثلا مشکی سفیدن، ولی من عاشق یه دیزاینشم. اونی که یه ذره قهوه‌ای طوره. این پایینش رنگ قرمز تیره است، بادمجونی. آره همون منظورم بود. بالاش هم رنگ شامپاینه. یه چند هفته طول میکشه تا فویل بیاد، تا رینگا بیان و اینا همه کاراشونو بکنیم. ولی کلا بچه‌ها نظرش خودتونم بگین که شما جای من باشین چه کار می‌کنید. رنگ ماشین عوض می‌کنین، همین رنگو می‌ذارین، رینگاشو اوریجینال می‌ذارین یا منصوری، مثلا اینا همه کروم بمونن یا مشکی بشن. آره. نظرتون رو بنویسین زیر این ویدیو. به احتمال زیاد حتما یه ویدیو هم بعد از اینکه امید همه این کارا رو انجام داد براتون می‌ذاریم. امید بازم میگم مبارکت باشه و توی کامنت‌ها کلی بهمون عشق بدید. قابل ویدیو دیگه. نداره. خب جدی کلیدش آخه کلیدش دست خودمه. واقعی بود، نه قابل نداره، واقعی بود. واقعی بود دیگه. نبود؟ اوکی.